درود و پیغام‌های پر از صمیمیت و پر از اخلاصمندی‌های ما را بپذیرید. بینندگان بسیار عزیز، بسیار ذکی، بسیار هوشمند و به چشم دور و به دل نزدیک ما، در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما گروه ایجادی واقعا هم آرزو میکنیم که هر کدام شما در آغوش این وطن نازنین، در آغوش تاجیکستان گلبسر و گلبدامن یک روزگار پر از سعادت داشته باشید. بسر مهمون هستند در برنامه نوبتی، چون ما با کمال احترام با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و شکرانه که ایشان پذیرفتند، وقت یافتند و اشتراک دارند. سرمحرر دانشنامه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های تاریخ استاد نور محمد امیرشاهی و ما صحبت خواهیم داشت همراه ایشان در موضوع واژه تاریخ، چون گفتیم ایشان تاریخ نگار هستند و مطمئنیم که به حیث یک نفر وطندار، به حیث یک نفر وارث تمدن همین ملت نازنین این موضوع حتما برخورد ذهن و برخورد ذوقتان خواهد بود و باز هم مطمئنیم که باز خواهید کرد در دل رو به سوی ما، به سوی قهرمانی که دعوت کرده ایم حضور دارند در برنامه و حتما که می توانید که بکشوید اسرار نهان محتوای صحبت. شما به برنامه ما خوش آمدید. صدقه محبتتون بفرمایید مرحمت چای تشنگی بشکنید. دانشنامه ملی تاجیکستان گفتیم مکانی بسیار با سعادته که شما آنجا فعالیت دارید و از تاریخ پیوسته که پیشنهاد میکنید و روشنایی میفزایید در جهان ذهنی خواننده هوشمند با تهیه با پیشنهاد کتاب هایی که از همان محیط گرم دست جمعانه ثبت میشوند، کتاب میشوند و به دست خواننده میرسند و ما هر چیز که میگوییم پیوسته در رابطه با تاریخ میگوییم، از تاریخ میگوییم و فقط و دلیل ها رو از تاریخ میگیریم. مثل ما از مسیر تاریخ میگوییم، صحبت میکنیم. امروز باید شما درباره تاریخ با ما صحبت کنید. شما راضی هستید؟ بله. بفرمایید. پس استاد، تاریخ چنان که شما شروع کردید که ما بیشتر توجه داریم به این فن و به این علم. بله. بزرگان گفتند که تاریخ شاهزاده علم است. شاهزاده علم است؟ در بین علم هایی که در جهان بیشتر از 2000 نوع علم را تا به امروز معین کردند، گفتند که شاهزاده علم است. یعنی تمام علم هایی که در جهان هستند همه اونها بسته به تاریخ هستند. بله. و تمام حیاتی که جامعه دارد و جهان دارد، طبیعت دارد، انسانیت دارد، همه بسته به تاریخ است. با همین شاهزاده زیبای فهم و درک عالم. تاریخ به اصطلاح مورخ فیلسوف بزرگی فارس تاجیک، اگرچه هندو است، فارس تاجیک اقبال لاهوری میگوید چیست تاریخ ایز خود بیگانه؟ بله. داستان قصه افسانه این تو را از خویشتن آگاه کند، آشنای خویش و مرد راه کند. بله. ره را سرچشمه تاب است این، جسم ملت را چو اعصاب است این. عصب ملت است. بله. جسم ملت را چو اعصاب است این. ضبط کن تاریخ را پاینده شو، از نفسهای رمیده زنده شو. قوم روشن از سواد سرگذشت. بله. خودشناس آمد زیاد سرگذشت. بله. سرگذشتی او گر از یادش رود، عاقبت در نیستی گم می شود. بله. بینید بله. اهمیت تاریخ، وظیفه تاریخ، جایگاه تاریخ در علوم جهانی و در دانش‌های بشریت. شما کی بسته تاریخ شده و کی درک این معنی کرده؟ درک این معنی ما از آن وقت کردیم که به فاکولته تاریخ وارد شدیم، دریافتیم و به او وارد شدیم و قبلا از او در خانه از بزرگتران که از ما بودن در خانه و از تاریخ همه وقت میگفتن، از همون زمینه گرفتیم و آمدیم تا به امروز و امروز دریافته شد که علم تاریخ به نهایت بزرگ است و همین اقبال بزرگ هم
به جوانان عجم مراجعت میکند که ای جوانان عجم، جانی من و جان شما چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. بله. واقعا هم اقبال در خیابان عجم یعنی که ما میسوزد، اگرچه هندو است و زبان ما حرف میزند، تمدن ما را معرفی میکند، بزرگی خود را به واسطه زبان ما، به واسطه جان ما، چنانه که در بزرگان عالم گفتن زبان ملت جان ملت است. یعنی که با واسطه جان ما انا همین بزرگی را به جهان معرفی میکند از نام ملت. شاید درک تاریخ ما بینموده و کمری همت بسته. بله، او گفت که از خواب گران خیز. بله. و ما نفهمیدیم و ما دیگر کار کردیم. بله. او گفت که از هند و سمرقند و هرات و همدان خیز، از خواب گران خیز. از اون خوابی که یعنی که از تاریخ گذشته خود آگاه شو. بله. تو دانسته باش که چه خیلی بزرگ ها داری. خیز کتاب رو به دست گیر. در جهان پدران تو چی کار انجام داده‌اند. بله. جایگاه او در تاریخ چگونه است. بله بله. یعنی که در آن همین با اصطلاح یک دانشمند بزرگ اروپایی، در آن همین درامای بزرگ تاریخی جایگاه ملت تو در کجا است. تو باید دانسته باشی. حتما دانسته باشی که تو با امروز تو با قوت باشی، دل تو، اعصاب تو باید آرام باشد. بله. و برای آینده کوشش کنی. یعنی تو باید دانسته باشید که گذشته تو بی‌نهایت بزرگ است. یعنی تو امروز میتوانی همین بزرگی را احیا کنی و فردا میتوانی که با آن همین بزرگی که در گذشته بود، با آمیختن امروز و پیاده ساختن آن در آینده بزرگی دیگری و نمایش گذاری در میان اهل ملت جهان. بله. اما شما درباره تاریخ که گفتید، متاسفانه در تاجیکستان نفری که او را با کمال باوریت گفته توانی که این مورخ است، تاریخ شناس است، متاسفانه نیست. نداره. یعنی که اون تاریخ شناسی که واقعا تاریخی ملت تاجیک دریابد، متاسفانه نیست. البته هستند، در قسمت‌های هستند، اما به معنی که مورخ بزرگ فرض کردیم، چون ابوریحان بیرونی مورخ بزرگ ما است، چون فردوسی مورخ بزرگ است که او را همچون شاعر میشناسیم. خب دیگر عمر خیام است فرض کردیم. مورخان بزرگ احمد دانش است که امروز نداریم. مورخ بزرگ ما عبدالغنی میرزایف بود، اگرچه ادبیات شناس بود که نداریم. و ایشون همدان بودند. بله. همه پهلوی تاریخ. بله. اونا پایه تاریخ ما را ریختند. و برای ما باز تأکید داشتند. میدانستند که عاقبت اون دولتی که ما در اون وقت به سر می بردیم، این ملت ها را، ریشه اونها را می کند. هدف همین است. برای همین اونا تأکید داشتند، گفتند که تاریخ خلق تاجیک. بله. عمیق زدن این مهرات تا اینکه ما بعد نگوییم که تاریخ تاجیکستان، که تاجیکستان یک قسمت خوردی سرزمین بزرگ تاجیک است. تمام جمهوری‌های دیگر تاریخ قزاقستان، ازبکستان، روسیه و غیره و غیره است، اما تاریخ تاجیکستان نیست. اون بزرگانی که خوشبختانه در صدر ساختن ملت معاصر ما بودند، این تحکرسی را بسیار عمیق ریختند. استاد بزرگوار عینی بزرگ. بله. یعنی که اینها ریختن این کارا. متاسفانه امروز کار رنگ دیگر گرفته است. امروز ما داریم باستان شناس های بزرگ داریم، نومیزماتیک و تنگ شناس های بزرگ داریم. خب و امثال این که متاسفانه اینها علم های یاری رسانی فن تاریخ هستند. یعنی که در علم بزرگ تاریخ اینها فن های یاری رسانی همین علم بزرگ هستند. و کسانی که در ساحه های یاری رسان علم تاریخ به سر میبرند، عمل میکنند، نمیتوانند حکم های بزرگ تاریخی برارند. مورخ آن است که تمام کار او با سرچشمه های عظیم تاریخی است و در برابر آن چیزهایی که از سرچشمه های تاریخی برمیدارد، باید که از
علم های یاری رسان از قبیل مردم شناسی، اتنوگراف های بزرگ داریم ما. از اینها، از باستان شناس ها و از زبان شناس ها که اینها هم برای علم تاریخ کمک میکنند، باید استفاده کنند و خلاصه های عمومی منطقی واقعا علمی تاریخی برارند. و در همین اساس است که تا به این روز ما حتی ملت خود را نشناخته ایم، چون تاریخ را خوب نمیدونیم. بله. البته سخنهای گفته شده هم پراکنده. تا به این روز بحث‌های زیادی است که تاجیک این تاجدار است، تاجیک این مسلمان شده است، تاجیک این از قبیله تای است، تاجیک این از قبیله تاج است و غیره و غیره و غیره ها. در صورتی که در آثار تاریخی بسیار روشن گفته شده است که تاجیک کیست. در کدام آثار؟ بزرگترین مورخان بزرگ عالم، برتالد بزرگ اینا نفر میداند که با سرچشمه های تاریخی کار کرده است و تاریخ رو میداند که چیست. و میداند که برتالد چگونه دانشمند است و او برای ما معین کرد که ملت تاجیک کیست. متاسفانه اون تعلیماتی که در زمان شوروی برای ما بود، اون تعلیمات پیش همه راه را گرفت. و یک نفر دانشمند با نام خانیکوف پیشنهاد کرد که ملت تاجیک تاجدار است و از همین تمام چیز، یعنی که یک ریشه مصنوعی ساخته شد و ما با همین گرویدیم و تا به امروز می رویم. برای همین دانستن تاریخ، بزرگی فن تاریخ برای معین کردن جایگاه ملت به نهایت مهم است. دانشمندان اروپایی گفتند که خاطره تاریخی اگر برای ملت نباشد، تنزل ملت است. بله. زینه به زینه ملت به نیستی می رود، چنان که صدها ملت در جهان، خلقیت در جهان نابود شده با همین واسطه ها. و ابن خلدون میگوید که هر یک لشکرکش بزرگ که میآید بر بالای ملت دیگری و بر او غالب می آید و حتما ملت غالب از تمدن، فرهنگ، سیاست و هر چی که در عموم برای یک ملت دارد، آهسته آهسته اونها را از دست می دهد و نابود می شود. بله. برای همین دانستن تاریخ برای هر یک فرد ملت هم فرض است و هم سنت است و هم واجب است و هر چی که میگویی هست. بله. سلامت باشید. یک چیز دیگر استاد، هر چیز که میگوییم اگر از دیروز میگوییم و تکیه به فکت و رقم و دلیل های تاریخی میکنیم و اگر ما رو با تمدن دیروز میپیوندد، با فرهنگمون میپیوندد، با زبانمون، با جشن‌های بسیار بزرگمون اگر میپیوندد، همین صحفه های تاریخ است که میپیوندد. در صحفه های تاریخ هم تصادف، اشتباه راه یافته باشد، به حیث یک نفر داننده تاریخ این سوال به شما، یا صحفه های تاریخ تصادف راه نمیدهد؟ تاریخ میتواند ما رو به اشتباه ببرد؟ شما درست گفتید. تاریخ ما رو هیچگاه به اشتباه نمیبرد. لغزش ها در جامعه میشوند و یک بزرگ گفته است که اگر به حقیقت تاریخی نگری، برای انسانیت یک ناگواری و شرمندگی عظیم را مشاهده میکنی. یعنی که در تاریخ همه چیز می رود. فرض کردیم تمام نام هایی که برای ملت ها گذاشته شدن بیشترش تحقیرآمیز هستند، اما برای ملت بعداً معروف شده رفته اند. همچنانه که آلمانی ها را نیمیس ها میگویند، فرض کردیم روس ها، و یا اینکه مردمانی هستند با نام قرقلپاق ها شناخته می شوند. خب تاقی سیاه ها فرض کردیم، یا که سرپوش سیاه ها، یعنی که یک از مشاهده میکند که امین مردم چنین است و غیره و غیره. همچنان دیگر ملت تاجیک وقتی که در زمان اسلام همه اقوام آریایی جمع شدن، یک دین قبول کردن، یک خط قبول کردن، یک تمدن بزرگ با وجود آوردن، خب خط اسلامی را قبول کردن و دیگران گفتن که اینها مسلمان شدن، آریایی های مسلمان شده. و در اون نوبت اول تاجیکان، برای تاجیکان این نام تحقیرآمیز بود، برای که چندین هزار سال ما زردشتی و دیگر بودیم و نفرایی که مسلمان شده بودن و نفرایی که مسلمان نشده بودن، اینها را با تحقیر میگفتن که مسلمان شده، عرب شده و امثال این.
اما بعداً که مردم اسلام قبول کرد و معتبر شد و دریافتن که این چیست و این نام برای آنها عزیز و معتبر شد که امروز ما در هر کجا از تاجیک بودن خود افتخار میکنیم. یعنی که تاریخ چنین ناگواری‌های اولیه دارد بله. که بعداً بسیار عزیز و معتبر میشوند. یعنی که اینها هر چیزی که در دنیا رخ می‌دهد اگرچه اشتباه است اگرچه درست است برای تاریخ فرق ندارد که او اشتباه است یا چی است. برای او هر چی که رخ می‌دهد او قبول دارد. اینا فقط مکتب است، درس عبرت است برای آینده ها. برای که بزرگان دیگر گفتن که تاریخ همه وقت تکرار حادثه ها است. همین حادثه با تکرار، همین حادثه با تکرار میشه. سالهای 20 عصر 20 برای ما دوره استقلال، ساختن استقلال بود. باید که ما جمهوری خودم می ساختیم. خب در اونجا ما از هر کجا بزرگانی که داشتیم خب به هر راه مبارزه بردن تا اینکه جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شود. هر کس مبارزه برد، گفتن که اینها ایرانی است که این کجا آمدن، این خط اینها لازم نیست، خط اینها را گم کردن در کار، این خط اسلامی است، این خط تاجیکی نیست. در صورتی که خط با دین و دیانت کاری ندارد. خط ظهور دنیوی است. با واسطه خط می توانی از دین نویسی، می توانی از ظلم و تعدی نویسی، می توانی از حقارت نویسی، می توانی از مقدسات نویسی. با همین راه ریشه ما را کندند. بزرگترین ریشه ما را کندند. در همین زمینه تمام کوشش در زمان شوروی به خرج داده شد که تاریخی واقعی ملت را ما باید نآموزیم، پنهان ماند. بله، برای آن که هدف دیگر بود. باید که همه خلقیت سویتی میشد، همه یعنی که یک زبان روسی میشد، یک خلق اساسر میشد. تمام به همین خاطر بود. برای همین ما امروز یک چیز من مشاهده کردم، تشکیلات‌های بین المللی که در تاجیکستان عموما در مملکت‌های شرق عمل میکنن، هدفشان همین است. هدف درجه اول اینها را از تاریخشان کندن، چون که در گذشته تاریخی در عصرهای میانه، تاریخ ممالک شرق، اینها در پیشرو بودن در تمام جهان. علم ببینید، تمام نویگری های علم، اختراعات، همه در عصرهای از 9 گیریم تا عصر 15 همه در اختیار مسلمانان است، مخصوصا تاجیکان که در صدر همه این قرار دارند. اینها را پایه اینها را میزنن و نابود میکنن. میگویند که ما کتاب‌های شما رو میخریم یا کتاب‌های تهیه میکنیم با کودکان شما تقسیم میکنیم تا اینکه اونها از هر چیز برخوردار باشند، یعنی که فرهنگی شوند. شما عقب مانده هستید، شما پس مانده هستید. به این معنی، یعنی که منطقاً چنین است. و در واقعی که ما داشتیم اونها با ما هم همکاری کردن خواستن و ما دریافتیم. در اونجا برای ما میگفتن شما کتاب‌های باید تهیه کنید که در آنجا هنر آموزی باشد. ما برای کودکان کتاب‌های خرد باشد، هنر آموزی باشد و برای ما نشان میدادن که در اینجا باید که دوردگری چگونه باشد، در خواجگی چه خیلی کار کردن در کار، در فرم چه کار کردن در کار و امثال همین کتابچه‌های خرد. اما از تاریخ نباشد. و همین گونه فرهنگی بدون تاریخ را برای ما پیشنهاد میکنن. یعنی ما دوردگری یاد میگیریم، ما در فرم کار کردن یاد میگیریم و امثال این، و بعد میریم به اروپا برای اونها خدمتگار میشیم. یعنی که اونها کتاب‌های برای ما پیشنهاد نمیکنن که ما از گذشته با افتخار خود کودکان را تعلیم دهیم تا اینکه سر خم مردم بالا شود، ملت تاجیک افتخار کند که چنین بودیم، برای چی ما را چنین معزول داشته اید. بی قول قبل رو دریابد. بله، عذر بفرمایید. ما بسیار کتاب‌های بزرگ نوشته ایم. بله. دانشنامه مختصر کودکان و نورسان که برای هر یک خاندان تاجیک لازم است. تمام نکته‌های علمی در اونجا رفته‌ام. بهترین کتاب است. در تاجیکستان یگان کتاب برای مکتب‌های برای کودکان تا مکتبی نیست، اما ما ساخته ایم بهترین کتاب است و این کتاب در تمام جهان منتشر است، در تمام عالم آموزانده می شود و ما او را همین گونه کتاب. بله، همین گونه شناخت و یادگیری. بله.
بهترین کتاب است. اگر شما در فکر بهداشتی فرهنگی این ملت هستید، مرحمت، کتاب‌های تیار. اما اونها این را قبول نداشتند، چون که اونجا فرهنگ ماست، تاریخ ماست در برابر علوم بلند جهانی که اونجا از تکنیک هم است، بیولوژی، شیمیا، الگبرا فرض کردیم، تاریخ، زبان، همه چیز است اونجا. برای اونها این ممکن نیست، یعنی که اونها نمیخواهند. برای همین برای ما شرط مهمترین آگاه شدن از تاریخ ملت خود است. بله. از تاریخ ملت خود ما باید دانسته باشیم که این ملت در دنیای قدیم فرض کردیم در زمان هخامنشی ها بزرگترین ایمپریای جهانی بود. تمام جهان با هوس مینگریست به این دولت، با ساخته های او، با تمدن والای او، با زیبایی او، با قدرت او. یعنی که اونها پدر و باباهای ما بودند. یعنی که ما میتوانستیم، ما زیباترین جشن زن ساخته بودیم در اون وقت که تا به این اواخر ما نمیدانستیم که ما کدام یک جشن اروپایی را که زنهای اروپا با جبر و علیه جبر و ظلم خود برخاستن و اون جشن قبول کردن. اما جشنی که در ماست، بیرونی بزرگ میگد که مردهای آریایی برای زنهای زیبای خود جشن زیبای آفریده بودن با نام مژدگران که هر وقت در این جشن برای اون بهترین تحفه ها را میدادند. یعنی جشن مادر جشن خودی ماست. خب این شناخته شد و در سطح دولت قبول کرده شد. بله. و ما بزرگان یعنی که تاریخ شناساند. بله، این کاری تاریخ است. بله. کاری تاریخ بود که فرض کردیم درفشی که در درفش پرزیدنت تاجیکستان است. بله. این درفشی بود که از دوره هخامنشی ها شکسته شد، یونانی ها او را به خاک یکسان کرده بودند و از میان رفته بود و در اثر آموختن آثار تاریخی این در تاجیکستان زنده کرده شد. بزرگترین اون درفش کاویانی که در تمام کتاب های بزرگ تاریخی نوشته شدن با افتخار. و اگر که ما از تاریخ دانشمندان خود آگاه می شویم، می دانیم که تا به کدام حد بزرگی ملت با واسطه دانشمندان معیار چی است. فرض کردیم ما در دانشنامه ملی خود استاد شما دانشنامه رو به دست گرفتید و ما هم بسیار می‌خواستیم که سوال نوبتی رو همین گونه پیش گذاریم که وقتی که در دانشنامه ملی فعالیت دارید و با خود برگ سبز بسیار با حشمت و نازنین آورده اید، حتما چیز گفتنی دارید. اینجا چی حکمتی هست و در دوام بیان همین حکمتی که حاضر بازگو خواهید کرد در موردی که همین دانشنامه ملی تاجیکستان که فعالیت قریب چند ده ساله دارد چه خدمت بهر تاریخ کرده باشد؟ البته دانشنامه ملی تمام کوشش و فعالیتی که دارد به خاطر بیدار کردن همین ملت است. یگان هدف دیگر نیست. حتی که پول نداریم، امکان نداریم، اما بزرگان در میان این ملت هستند که میآیند و به اصطلاحی که میپرتویند، میگن استاد همین چیز که برای ملت مهم است همین بسازد، نام ما رو در هیچ کجا ننویسید. بینید این ملت چگونه بزرگان دارد. ناشناخته در هیچ کجا نمیگویند که نام ما رو نویس تا اینکه یک خیر برای این ملت شود، برای بیداری این ملت شود. انا همین کتاب دانشنامه دانشمندان تاجیکستان هم که بیننده معرفی میکنیم با کمال احترام مرحمت. همین کتاب که تقریبا در 800 صفحه انسیکلوپدی است، این با کتاب‌های عادی تقریبا 5-6 کتاب بزرگ می شود. این جلد اولی تذکره دانشمندان امروزی تاجیکستان است. دانشمندانی که امروز داریم. این فقط حرف ا است. من نمیدونم که تا حرف 30 و چندم رسیدن چند جلد می شود. اما فقط میدونم که یک جلد تمام شد و حرف ا تمام نشد. بله. و قسمتی از حرف ا در جلد دوم می رود. حرف سر آن است که و اینجا دانشمندان اعتراف شدند و معرفی می شوند که خدمت به تاریخ کردند. نه اینجا تاریخ دیدن ممکن است. اینجا تاریخ علم است. اینجا تمام دانشمندان هستند. هدف چی بود؟ خب البته
در میان عالمان هم هستن نفرانی که با کار علم خنک نظرانه دست میزنن و خیانت کردن. بله. نامزدها میشوند و بعدا به قول لایق مانده دریافت دکترچه های میشوند که از حولتشون زمین میلرزد. بله. این گونه هم است. اما علم تاجیک بسیار قوی است. بیننده عزیز با کمال احترام بسیار زمینه عمیق دارد. یعنی که وقتی که شرطی که این کتاب نوشته شد، شرط اول آن بود که یگان نوع عنوان علمی به نظر گرفته نمی شود در کتاب. بله. یعنی که تمام کسی که در تاجیکستان و بیرون از آن که تاجیک است و در علم خدمت کرده است، کتاب ها نوشته است، مقالات بسیار ماندگار علمی نوشته است، همه اونها به ترتیب الفبایی آمدند. این به کدام خاطر است؟ با آن خاطر است که ما به ملت تاجیک و به جهانیان معرفی سازیم که این ملت چنین دانشمندان دارد که متاسفانه خود ما نشناخته ایم اونها را. اینجا بعضی از دانشمندان هستن، یک نفر است اونجا با نام غنیف که نامش به یادم آمد، چنان آثار دارد که تقریبا برابر 50-60 عالم، چنان آثارش زیاد است، متاسفانه نمیشناسیم رو. در حال امروز که در پهلوی یکدیگریم، نمیدانیم از تاریخ به اصطلاح از تاریخ ملت خود، از تاریخ فعلی ملت خود آگاهی نداریم، از تاریخ علمی فعلی. بله. انا بینید که مهمیت تاریخ در چی است. تاریخ باید همه این را برکشد و برآورد و نمایش دهد که این ملت چگونه ملت است. شما بینید در امتداد چندین ساله که در اینستیتوت با نفوذترین تاجیکستان، اینستیتوت تاریخ و شاه ستون تاریخ ملت است، اونجا جایی است که باید که ملت تاجیک چون چه گویم تمام حوادث تاریخی خود را چون روز روشن با واسطه کتاب‌های آن دریابد که متاسفانه نیست. چندین سرچشمه‌های بزرگ تاریخی که در ما هست در امتداد 1000 سال، یگان تای آن در این اینستیتوت تحقیق و بررسی نشده است، اگر یک دو شده باشد. ببینید در کدام حالت قرار داریم ما. در زمان شوروی تاریخ عصرهای میانه، تاریخ دوره‌ای که ملت تاجیک با وجود آمد، انا همین دوره آموخته نمیشد. مورخان ما در همه تاریخ KPSS بود، تاریخ SSR بود، تاریخ عمومی بود، یک نفر نیم نفر تاریخ عصرهای میانه داخل میکرد و با اونم کسی اهمیت نمیداد و راست و دروغ هرچی که می نوشت ما قبول میکردیم. این دوره مهمی تاریخی بود که باید که با تمام عمیقیت آموخته میشد تا اینکه جوهر این ملت نمایش داده میشد، که نبود. سپارش دولت شوروی همین بود و ما از تمدن والای خود نمی نوشتیم که فرض کردیم خیام ما می آموزیم، همچون شاعر یک چند رباعی گفته است. خیام اساسگذار چندین علم‌های متماتیک، گیومتریا، فرض کردیم چی است، چندین معادله های بزرگی و در جهان اولین بار حل کرده است و چی کرده است معرفی درباره اینو گپی نیست. یعنی که یک چیزایی که 5م، 6م، 7م درجه هستن از اونها یاد کردیم و اصل معنی را برای ما پوشیده داشتن، پنهان داشتن که بله. انا هدف همین بود. در برابر همین اینستیتوت زبان ادبیات هم یگان تذکره ادبیات فارس تاجیک را ننوشت. بزرگترین ادبیات در جهان است. اگر که سخت گفته نمی شود، کمبودی ها اصلاح نمی شوند. بله. من برای چی این گپ های سخت برای چی میگویم؟ امروز در تاریخ ما وقتی که مسائل تاریخی نوشته می شوند، دیسرتاسیون ها نوشته می شوند در شوراهای علمی، هر چیزی که درباره ملت تاجیک است و بیرون از تاجیکستان است قبول کرده نمی شوند. اینها میگویند تاریخ خلق تاجیک نیست، در صورتی که رئیس دولت از آریان تا سامانیان می نویسد که برای آموزش تاریخ ملت تاجیک زبان او یگان سرحد دولت کارگر نیست. بله. بینید
پیشوای ملت ما چی میگوید و دانشمندان ما چیکار میکنن و شما میگوید که برای اینا سخت میگوید. اگر سخت نمیگویی مسئله حل نمیشود. انا همین سوسگفتاری ما است که ما همه وقت روز تا روز ضعیف میشویم میرویم. امروز کوشش میکنن که کلمه فارس را از پهلوی تاجیک جدا کنن. این دوره تنزل ملت است. تنزل بدبختی به دست خود سرشته می شود. یعنی که عینی بزرگترین دانشمندان ما غفور و فرض کردیم عبدالغنی میرزایف، عالمان بزرگ روس در یک جایگی با برتولد دیگر سیمیانوف و اندریف و دیگرها، با اینها موافقه کردن و با دولت شوروی موافقه کردن که ما باید که ادبیات ما گذشته ما با نام فارس تاجیک یاد کرده شود. در همون دوره‌ای که نام فارس در تاجیکستان گرفتن تماما ممنوع بود، اونها با هزاران زحمت او را جابجا کردن. امروز که ما به مستقلیت رسیده ایم، او را می‌خواهیم از با سهولت اون را یکسو گذاریم، تیشه بر ریشه خود زنیم و خود را به نیستی بریم. بله. بینید ادبیات بزرگ ما در صورتی که فردوسی بزرگ گفت که عجم زنده کردم بدین پارسی. در کتاب‌هایی که رئیس دولت نوشتن در جلد 4 او در تمام جا این سخن تاکید است که فارسی دری در عصر 10 چگونه تشکل یافت و با کدام نام‌ها در اینجا زنده شد و در امتداد عصرها تا به کجا رفت. بله. اما امروز ما تاریخ را مدرنیزاسیون میکنیم. یک بزرگ اروپایی گفته است که مدرنیزاسیون تاریخ مرگ تاریخ است. مرگ تاریخی همون ملت است. مرگ همون ملت است. یعنی که نوگانی کردن تاریخ. فرض کردیم ما ساختیم تاجیک زمین. یگان اصطلاح تاریخی وجود ندارد. ما چنین ساختیم، با همین تمام گذشته خود را خط زدیم و گفتیم که تاجیک زمین. و امروز ما فارس را از پهلو میکنیم و تاجیک میکنیم و میایم در عصر 20 قرار میگیریم. و شاعر بزرگ ما هم گفته بود که این ملت ما ملت ساخته دوره شوروی است. من نامش نمیگم، یکی از بزرگترین شاعران ما که هر کس که دشمن ما است گپی او را دستک میکند و میگوید که من خود بزرگان خودشون میگویند که ما در دوره شوروی ساخته شده. و در آن همین زمینه برکندن نام فارس از پهلوی تاجیک این الکی بزرگترین ضربه به سوی مرگ بردن این ملت است. فرض کردیم کامپیوترهایی که در تشکیلات‌های دولتی هستند، در مکتب‌ها هستند، شخصی و دیگرشون طرف هستند، بیشتر از اینا حرفای تاجیکی ندارند. همه ق و ه و ج و اینا هم معمول وقت به اصطلاح بدمچه نوشته میشن، حرف دیگر نوشته میشوند. اینها نسل امروز به این عادت میکند. نسل بعد از او آمدگی اونا پر را قبول میکند و هر اون چی حقیقت علمیه که حقیقت تاریخی علمیه که هست این در جای خود میماند و ملت به تنزل میرود. و پیوسته تاکید می‌داریم که زبان ما باید که ساده کرده شود. ساده کردن یعنی چی؟ یعنی بی‌معنی کردن، اختصار کردن. این اختصار دیگر است. با حتی که عادی کردن یعنی که سخن‌های والای معنویه که بله. انسانیت از اونها ذوق میبرد. بله. و ما با همین زبانی که ساده که میکنیم و با تاکید می‌داریم که ما باید که زبان‌های انگلیسی و روسی رو آموزیم. زبان‌های پیشرفته جهان را با این زبان ساده خود اونا را ما چه بفهمیم؟ در میابیم یا نه؟ فقط قسمت‌های ساده او را از خود میکنیم. معنویات والا را ما از دست میدهیم. برای چی بزرگان ما وقتی که فرهنگ زبان تاجیکی را ساختن بزرگترین کار انجام دادن اونا در پهلوی هر یک کلمه شکل بله. فارسی او را نوشتن. بله. گفتن که بعداً فرزندان ما و این ایدئولوژی که است آیسته آیسته این ملت قدیم زبانش نابود میکند. بله. اونا چنان جا کردن که کسی پی نبرد. شما دو جلده فرهنگ سبز رو بله نظر بله دارید. بله. یعنی که در پهلوی اون کلمه ها شکل فارسی او را نوشتن. امروز ما می نویسیم بعضی کلمه ها را
اگر اونا رو در شکل اصل نویسیم میبینیم که چندین حرفا پریده رفتن، معنی ها دیگر شدن و امثال این. متاسفانه بله. و یک چیزی بسیار مهم دیگر هم رئیس دولت در کتابشون استفاده برده است درباره آن که کاخ ملت عبارت از خاک است، عبارت از فرهنگ است، عبارت از خون است. خاک، فرهنگ، خاک، خون، فرهنگ. بله. و در همون کتاب تأکید داشته است، از دانشمند بزرگ مثال آوردن و او را مقبول دانسته در اون کتاب آوردن و گفتن که ملت تاجیک خاکش کجا است؟ تمام ایران زمین است. این خاک این ملت است. خون این ملت یعنی تبار این کدام است؟ تبار این آریایی است. بله. خب فرهنگ این چگونه است؟ فرهنگ او با واسطه خط اوست، با واسطه زبان اوست که باقی مانده است. و باز گفتن که زبان جان ملت است و زبان هستی ملت است. بله. یعنی که اینها در همین کتاب‌های مهم تاریخی که رئیس دولت نوشتن در اونجا تاکید داشته شدن. متاسفانه دانشمندان ما از اونها پیروی نمی‌کنند. بله. این آب است که تشنگی میشکند. همین ترانه است از شکرانه آبی وطن. بله. آب گفتید. امروز برای چی راهبریت دولت ما بسیار کوشش میکند برای همین؟ بحری آب. بله. بیشتر از 200 دولت است در جهان. برای چی یک کسی دیگر کوشش نکرد؟ مگر دیگرها از ما آبی بیشتر نداشتن که این کار کنن؟ اما من یک حادثه تاریخی را تکرار شدن او را میگویم. فرض کردیم چندین هزار سال پیش در اوستا نوشته بودند. من میخوانم چون بفرمایید. در اوستا نوشته شده است: از شما ای آبهای نیک دوستی خواهانی. امروز بینید که ما با واسطه آب در جهان چخیل معروف میشویم، محبوبی دیگران میشویم که ما فرض کردیم تشنگی دیگران رو میشکنیم، در فکر اونا هستیم. بله. یعنی که تاکید 1000 ساله است به ملت ما. بله. که ما نه آگاهانه از این کار یعنی که به ظهور پیوستیم. بله. به ظهور آوردیم. فرض کردیم میگوید که شما رو به یاری همه خوانیم، در این تنگنا ما را پاداش دهید و یاری کنید، شما مادران زنده هستید. اگر ما گوییم که در همین تنگنای راغون، بله، ای آبها از شما نیرو خواست دارید، که گویی گفته باشد که بله. نیروی برق میخواهیم. بله. ای آب ما را روشنایی همگونه هوش دهنده ببخش. بله. ای آبها ما را فروغ و فر بخش، روشنی ده. بله. یعنی که چون سخن زیاد است و من گمان میکنم که در یک صحبت اینا رو گفته البته نمی شود، اما در مجموع ما باید این دانسته باشیم که همه وقت تاریخ معلم ماست، پیشبرنده راه ماست. بله. اگر از او آگاهی داشته باشیم. بزرگان گفتند که انسانیت همه وقت لغزش برای آن میکند که در تاریخ میبیند که چنین نابسامانی شده است و میداند که همین چندین بار تکرار شده است و باز شدنش ممکن است، اما سبق نمیگیرد، عبرت نمیگیرد. بله. این یک واقعیت است که در تمام عالم تمام دانشمندان اینا تصدیق کردند. برای همین ما ملت تاجیک حاضر ملت‌های ابرقدرتی هستند، بینید که با یکدیگر چگونه میزنند. خوشبختانه ما در پهلوی خود افغانستان داریم، ایران داریم، ازبکستان داریم، تاجیکان ازبکستان. یعنی که ما بسیار ملت گسترده هستیم. ما باید تاریخ عمومی خود را حتما بدانیم. ما باید یکدیگر را دوست داریم، چون که ما یک رگ و پیوند و یک خون هستیم. انا در همین بحر پرتلاطمی که در جهان است، ما به همین واسطه یکدیگر را نگه می‌داریم.
وحدتی که میگیم هر وقت که ما صحبت میکنیم، این وحدت بزرگ تاریخی ما است که پدران ما پیوسته تاکید داشتند که گفته جلال الدین بلخی آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. بله. دیگر چاره نیست. بله. سلامت باشه دوستان عزیز. محتوای صحبت، درک معنی محتوای صحبت بسیار هم خوشایند بود، هم ننگاور بود برای ما. سلامت باشید. ما هم مجال، مدار و فکر میکنیم که قدرت سوال نوبت رو پیش گذاشتن نداریم. اومدیم به انجام برنامه. اگر در انجام گفتنی دارید باز هم بفرمایید. برای بیننده هوشمنده که مطمئنیم که چون ما اگر توجه کرد به محتوای صحبت، ان همین گرفتاری را او هم احساس کرد در ذهن خود. گفتنی هستم که با تمام ملت تاجیک همه به تاریخ رو بیارن. بله. همه از خط نیاگان آگاه باشند. رئیس دولت سال 2009 تاکید داشته بودند که در ردیف در برابر زبان انگلیسی و روسی حتما خط نیاگان باید که تعلیم داده شود به کل مردم تاجیک. و منم همین تاکید را بار دیگر کردنی هستم که همین خط نیاگان که برآوردن، یعنی که برآورنده تاریخ ما برای ما است، یعنی که درک کننده تاریخ به واسطه اون است. ما برای همین خواهش میکنم که همین پیشنهادی که از جانب رئیس دولت است و البته ما هم همین دستگیری میکنیم، باید که توجه بیشتر با همین داده شود. این یگانه واسطه‌ای از شکستگی ها نگاه داشتن ملت است. بله. و کسی فهمید بر وقتتر خوب، کسی دیرتر فهمد بسیار افسوس میخورم قبلا. بله. که اگر چنین شود. بله. مباد که چنین شود. بله مباد. سلامت باشید استاد عزیز. زی همین ننگ، همین محبت، همین حقیقت نگاریه که واقعا هم مطمئنید که حقیقت نه همیشه شیرین است، حقیقت تلخ است. بله. و شنیدن و هضم کردنش نه به همه کس میفورد و خوش به حال نفره که همین حقیقت را دانسته و باز حقیقت نگاری میکند، چون احساس می شود که پشت این بیان درد است، غریو است، رنج است، یک کوه ننگ و یک آسمان محبت است به همین ملت، به همین وطن و به فردای همین سرزمین. همین فردایی را که شما آرزو میکنید که از پشت آموختن، از پشت پور شدن، از پشت هوشمند بودن ما درک خواهیم کرد و خوب خواهیم دید و ننگ پیدا می شود و بعداً برای چیز علاوه کردن یا آباد کردن جسور می شویم و گام می برداریم. فقط که از پشت مطالعه می شود، از پشت دانستن تاریخ می شود، همون گونه که شما گفتید. سلامت باشید. امید میکنیم، آرزو میکنیم که از همین لحظه شروع کرده و از ما شروع کرده کوشش آموختن تاریخ خواهیم کرد و تاریخ را شایسته در خواهیم یافت. سلامت باشید استاد. از این زیاد دیگر چیزی مثل که گفتن نمیتوانیم. همانگونه بیان کردید که دل پر از فریادهای بی‌زبان گشت، تشنه برنج هستند. سلامت باشید. برکت در کسب و کارتان. زی همین ننگ گفتیم، همین ناموس، همین محبت، همین عشق و همین حقیقتی که در صفای باطن یک نفر وطندار، یک نفر تاجیک طغیان میکند. سلامت باشید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زار معانی حضور بسیار مبارک داشتند. ابراز اندیشه های بسیار بیکر، بسیار با درد کردند. نامزد علم های تاریخ، همزمان سرمحرر دانشنامه ملی تاجیکستان نور محمد امیرشاهی. چیزی که عیان است آخر حاجت به بیان ندارد. پیشنهاد از ما بود، دیگر برداشت خاطر از شما. سعادت دارین نصیب ما و شما تا دیدارهای بعدی.